سلام، شیما وفایی هستم. امروز میخوام شروع آموزش‌های مجازی دوره پایه‌مون رو با معرفی برندها و مواد آرایشی داشته باشیم. بریم برای یک شروع بی‌نظیر معرفی محصولاتمون. کارمون رو اول و در ابتدای کارمون با محصولاتی به اسم قلم هامون شروع میکنیم بچه‌ها. همونطور که میدونید ما در دنیای میکاپمون دو نوع قلم داریم. یا قلم هایی که به صورت سرتخت و فلت هستن یا قلم هایی که به صورت قلم های بلندر هستن و حجم موی خیلی پرتراکمی رو دارن. قلم های بلندر ما همونطوری که توی تصویر میبینین بچه‌ها هم قلم های بلندر بزرگمون هستن هم قلم های بلندر کوچیکمون هستن که هر کدوم کارایی خودشون رو دارن. قلم های بلندر هایی که توی تصویرمون میبینین بچه‌ها قلم هایی هستن که میتونن برای صورت استفاده بشن. پس ما هر قلمی داشته باشیم که به صورت بلندر باشه و قلم هایی هستن که بزرگ هستن که معمولا برای صورت خیلی کاربرد داره، مثل این قلم هایی که توی تصویر میبینید. هم تو سایز های خیلی کوچیک هستن بچه‌ها که باز هم همونطوری که توی تصویرمون میبینید برای پشت پلک ها یا برای سایه زدن ها ازشون استفاده میکنیم. قلم های بلندری که برای سایه استفاده میشن بچه‌ها معمولا توی 3 سایز هستن: قلم های بلندر بزرگ، قلم های بلندر متوسط و قلم های بلندر کوچیک. ببینید بچه‌ها این 3 سایز رو شما میتونید برای اینکه پشت پلکتون و سایه‌تون رو، مرزهاتون رو از بین ببرین، از این قلم های بلندرمون استفاده کنید. همونطوری که الان توی تصویرمون میبینید بچه‌ها قلم هایی که برای صورت هستن سایزهای بزرگی دارن. قلم هایی که برای پشت پلک هستن بلندرهای کوچیکتری هستن که باز هم اینها هم در سایزهای مختلف هستن. ببینید بچه‌ها قلم های بلندرمون که برای پشت پلک یا زیر پلکمون استفاده میشه و در واقع برای سایه خیلی مناسب هستن. از ابتدا و از شروع قلم بچه‌ها همونطوری که میبینید سرهای تنگی دارن و وقتی که قلم به سمت بالاتر میره قلم ها به حجم تراکمشون اضافه میشه و بزرگتر دیده میشن. قلم های بلندری که برای پوست میتونین استفاده کنید بچه‌ها، یعنی میتونین خطوط کانتورتون رو یا هایلایت هاتون رو از بین ببرین طوری که توی صورتتون دیگه خطی برای کانتور یا تیرگی هامون یا روشنی هامون نداشته باشیم، که میتونین از این بلندرها برای پوستتون استفاده بکنین. و همونطوری که ما الان توی تصویر داریم تا اینجا قلم های بلندر سایه هستن، از اینجا به بعد میتونین قلم های بلندر رو برای پوستتون رو هم استفاده بکنین. قلم های بعدیمون قلم های سایز بزرگمون هستن که بچه‌ها هر کدوم کارایی های خودشون رو دارن، مثل قلم های بزرگ یا بلندری که به صورت سرتخت هستن و توی بازار موجودن و وقتی که شما دقت کنید کاملا یک حالت اوریب دارن، یا اینکه کاملا سرشون صافه ولی حجم تراکم قلممون بزرگه. اینها رو میتونید برای کانتور کردن استفاده بکنید. قلم هایی که مختص پخش و فید پالت های کانتور کرمیمون هستن. قلم بعدی که ما ازش استفاده میکنیم قلم هایی هستن که برای کانتورهای پودری میتونیم ازش استفاده کنیم. همونطوری که میبینید قلم ها مثل حالت بلندر تو سایزهای بزرگتر موجود هستن. بچه‌ها اینها مدل های مختلف و طرحهای مختلف داره، ولی این رو بدونید قلم هایی که برای کانتورهای پودری روی پوست استفاده میشن قد قلم هامون معمولا کوتاه‌تر هست که حالا برندهای مختلفی ما توی بازار موجود داریم. قلم بعدیمون که به صورت قلم های سرتختمون هست که به قلم های زبون گربه‌ایمون خیلی مشهور هستن، برای پخش کرم پودر روی صورت ازش استفاده میکنیم. قلم بعدی که برای کرم پودر خیلی میشه ازش استفاده کرد و خیلی الان جدید هست و روی بورس هست و خیلی راحت تر از قلم های زبون گربه‌ای میتونین باش استفاده بکنید. قلم هایی هستن که بلندر هستن، یعنی قلم های مخروطی هستن، ولی اگر نگاه کنید نوک قلمتون رو، این قلم کاملا سرتخت است و نوک قلممون هیچ زاویه‌ای نداره. این قلم و قلم زبون گربه‌ای جزو قلموهایی هستن که تو میتونی برای پخش کرم پودر ازش استفاده بکنی. قلم‌های بعدیمون قلم‌هایی هستن که میتونن برای پودرهای فیکسمون ازش استفاده بشه روی پوستمون و معمولا تو سایزهای خیلی بزرگ متوسط استفاده میشه و میتونید تمام پودرهاتون، حالا چه پودر بیکتون که فقط روی نواحی کانسیلر استفاده میشه و چه پودر فیکستون که روی همه قسمت‌های پوستمون هست، ازش استفاده بکنید. خب بریم سراغ قلم‌های فلت و سرتختمون.
همونطور که میدونید قلم‌های فلت و سرتخت ببینید بچه‌ها خیلی حجم کم و نازکی رو دارن و خیلی باریک هستن و ویژگیشون اینه که قلم‌ها کاملا سرتخت هستن. معمولا این قلم‌های فلت و سرتخت استفاده میشه برای برش‌هایی که ما می‌خوایم برای سایه ازش استفاده بکنیم یا برش‌هایی که می‌خوایم روی پوست بدیم، مثل بعدسازی‌هایی که زیر خطوط تیرگی و کانتورمون ازش استفاده میشه و وقتی که شما خطوط تیره و کانتورتون رو میکشین باید به موازات اون یک خطوط روشنی رو داشته باشین به اسم هایلایت ها. میتونید از قلم‌های فلت سرتخت تو سایزهای بزرگتر استفاده بکنید. قلم‌های سرتختمون هم برای ابرو هست بچه‌ها، قلم‌های کوچولویی هستن که معمولاً سرکج هستن و شما میتونید اینها رو به عنوان قلم‌های طراحی ابرو ازش استفاده بکنید. همچنین قلم‌های خیلی باریکی که تو سایزهای 3-0, 2-0, 5-0 توی بازار موجود هستن که برای قابگیری دور خط لبتون میتونید ازش استفاده بکنید، برای هاشور زدن‌های ابرو میشه ازش استفاده کرد و برای اینکه بخواید هر قسمتی از اجزای چهرهتون رو مثل خط چشم که خطوط خیلی باریک داره، مثل خط لب، از این قلم‌های کوچیکتون استفاده بکنید. و در نهایت قلم‌هایی که هستن که قلم‌های سرکج هستن ولی اگر بچه‌ها دقت کنین مثل قلم‌های ابرومون هستن ولی در عین اینکه سرکج هستن یه مقدار سایز قلممون بزرگتر از قلم ابرومون هست. ولی تفاوت این قلم‌های سرکج با قلم سرکجی که من برای ابرو بهتون نشون دادم تو چیه؟ این قلم‌های سرکج یه مقدار سایز قلم از سایز قلم‌های ابرومون بزرگتره به خاطر استفاده کردن از خطوطی هستش که ما به عنوان کانتورها روی بینی ازش استفاده می‌کنیم. بچه قلم فوق‌العاده کاربردی و خوبی هستش، یعنی تقریبا شبیه همون قلم‌های ابرومون هست که سرکجه که حالا بچه‌ها تو سایزهای مختلف توی بازار موجوده. قلم‌هایی که توی بازار موجود هستن میتونید تو برندهای مختلف تهیه‌شون کنید، مثل برند میچانو، مثل برند گرف، مثل برند مورف، مثل برند مک، مثل برند زوئوا و خیلی از برندهایی که شما توی بازار میتونید ازش استفاده کنید. خب این از یک توضیح کلی بود که ما راجع به قلموهامون داشتیم که همونطوری که دیدین هم تو سایزهای بلندر بود که بلندرهای پشت پلک، بلندرهای پوست بود و هم توی سایزهای خیلی کوچیک مثل قلم‌های سرتختمون بود. یه توضیح خیلی کوچیکی رو من روی قلم‌ها براتون نوشتم که توی جزوه حتما براتون میفرستم. ما یه جزوه خیلی کاملی رو داریم. من تمام عکس این قلم‌ها رو براتون گرفتم و زیرش نوشتم که نحوه کاربرد این قلم‌ها به چه صورت هست و شما در چه نواحی میتونین از این قلم‌ها استفاده کنید. بعد از اینکه این فیلم رو دیدین برید حتما سراغ جزوه قلم‌ها و اونها رو هم مرور کنید. خب بریم سراغ محصول بعدیمون. ما توی محصول‌هایی به اسم کرم پودرها چند نوع کرم پودر و فاندیشن داریم که من الان همه رو برای شما نشون میدم و شما ببینید که این محصول کرم پودرها چند دسته میشن. اولین محصولاتی که ما برای کرم پودرها داریم کرم پودرهایی هستن که به صورت استیکی یا ماتیکی هستن که بچه‌ها این کرم پودرها در کنتراست رنگ‌های مختلف هستن و در برندهای مختلف که یه مقدار پوشش بالایی دارن و روی پوست سنگین تر هستن و بیشتر این محصولات مناسب پوشاندن عیوب و نواقص پوست هستن، مثل پوست هایی که التهاب دارن، مثل پوست هایی که لک دارن و در واقع میخوان یک ظاهر ابریشمی و صافی رو به پوستتون بدید و زمانی باید از این استفاده کنید که دلتون بخواد پوستتون یه ماندگاری خیلی بالایی رو داشته باشه. توی برند هودا بیوتی، توی برند مک، توی برند کلینیک، توی برند کلاریز و توی انواع مختلف برندها میتونید از کرم پودرهای استیکیتون یا کرم پودرهای ماتیکیتون استفاده بکنید. محصول بعدی ما کرم پودرهای مایع‌مون هستن که اکثر شماها با این کرم پودر خیلی آشنایی دارید. ببینید من یه توضیح کلی راجع به این کرم پودرهای مایع به شما بدم. ما در 2 سطح این کرم پودرها رو داریم. یه کرم پودرهایی هستن که به صورت اویل بیس هستن و پایه‌های روغن دارن. کرم پودرهای اویل بیس کرم پودرهایی هستن که مختص افرادی هستن که پوست‌های خشک دارن. چرا؟ چون این کرم پودر پایه روغن داره. پس اگر این کرم پودر رو برای افرادی که پوست‌های چربی دارن استفاده بکنیم قطعاً روی پوستشون نمیمونه و میریزه. برندهایی که کرم پودرهای اویل بیس خیلی خوب دارن از برندهای مک،
استی لودر، یک سری از کالکشن های برند ناتاشا، برند ایف سن لورن و خیلی از برند هایی هستن که توی ایران قابل دسترس هستن برای ما. کرم پودر بعدی ما که پایه آب داره، کرم پودر هامون هستن که معمولاً برای پوست های چرب استفاده میشن. چرا؟ چون روی تمام این کرم پودرها نوشته اویل فری. پس شما اگر میخواید برای شخصی کرم پودر رو انتخاب کنید که اون شخص یا اون مشتری پوست چربی رو داره، باید حتما به این نکته توجه داشته باشین که از کرم پودری استفاده بکنید که پایه اویل فری داشته باشه، یعنی پایه آب داشته باشه. معمولا پایین کرم پودرها یا انتهای کرم پودرهامون نوشته شده که اویل فری هستن، یعنی فاقد امولسیون های روغنی هستن. پس شما برای پوست های چرب میتونین از کرم پودرهای اویل فری یا کرم پودرهایی که پایه آب داره استفاده بکنید. این دومین محصولی بود که ما زیر مجموعه کرم پودرهامون داشتیم بچه ها به اسم کرم پودرهای مایع. سومین قسمت کرم پودرهای ما کرم پودرهای کاسه‌ایمون هستن بچه ها که به صورت محصولات کرمی هستن که توی تیوب ها و کاسه های گرد چیده شدن که تو برندهای مختلفی مثل بازمک، مثل درماکالر، مثل هودا بیوتی، مثل کرم پودرهای میکاپ فوراور توی ایران موجود هستن. تو کنتراست های رنگ مختلف و اکثرا مناسب افرادی هستند که پوست های یه مقدار چربی دارن. هم پوست های مختلط پیشنهاد میشه برای کرم پودرهای کاسه‌ای، هم یه سطح پایینش برای پوست های چرب استفاده میشه. محصول بعدی که ما روی کرم پودرها ازش استفاده می‌کنیم کرم پودرهایی هستن که به صورت پالت هستن بچه‌ها. همونطوری که می‌بینید این کرم پودرهای پالتی که هم به صورت قالب‌های دونه‌ای و کوچیک هستن، مناسب یک تکنیک از پوست‌های به اسم پوست‌های ضد آب یا واترپروف هستن. پس شما می‌تونید این محصولات رو با ترکیب با یک سری دیگه از کرم پودرهایی که حتما توی قسمت آموزش پوست بهتون یاد میدم استفاده می‌کنید. این پالت‌ها معمولاً برندهای گریم سینمایی هستن، مثل کریولاین، مثل گریماس، مثل مروان خیر، مثل یوتیریف و خیلی برندهایی که توی بازار ایران موجود هستن و معمولا توی کنتراست های رنگی همونطوری که توی تصویر میبینید از روشن شروع میشه به سمت تیره. بین 6 تا 12 رنگ توی ایران موجود هستن. کامل ترین